سلام و درود به خدمت شما بینندای عزیز کانال زیبایی‌های افغانستان. وقت شما بخیر. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، اول از شما تشکری میکنیم که کانال زیبایی‌های افغانستان حمایت میکنیم. بازم تشکر از شما، بیشتر حمایت کنیم. ما به حمایت شما نیاز داریم. امروز به فرمایش شما 100 و تقریبا 10 کیلومتر ما از شهر هرات آمدیم به بند سوزک، به قشلاق مسجد چوبی. بسیار جای زیبای، جای دیدنی، جای محلی. مردم مالدار نشین اینجا بسیار زندگی های محلی دارم. میریم که رسم و رواج، کاربار، عنعنات مردم رو به تصویر میکشیم. از شما خواهشمندیم همین چند دقیقه که اینجا هستیم همراه ما باشیم. بخیر باشیم. بینندای عزیز، بازم خوش آمدیم به داخل از این اولنگ. آمدیم به این منطقه بسیار جای سرسبز دیدنیه که یک چند دونه گو لالا اینجا گلگه و دیگه هی میچرونم و بالاخره سعی کنم که چند ماش داره. کاکا جان مونده نباشیم. زنده باش. اول شما خوبه؟ بخیر جوری. سلامت باشیم. اسم خود با ما بگیم. لطیف. خب از کجا هستین؟ اوکمری بادغیس. از اوکمری بادغیس. چند وقت میشه اینجا آمدیم؟ یک دو سه ماه میشه. خب این گوار میچرونیم. چند ماش داریم؟ 9000. خرج شما را میدم. هذا شرکت گوازم شرکت خرج. خب این گوار شرکتی ها؟ چند دونه کاکا؟ اینا 47. 47 تا. تنهاییم شما؟ بله. خب صبح که اینا میانین تا به نماشوم؟ بله. میاریم میچرنیم. باز شوم میبریم گوخانه داره دو بیلان معدن. خب باز میبریم اونجا یلم. با اونجا میبریم ها؟ بله. گزاری زندگی میشه؟ حالا خوبه میشه گزاری. خب یک دم داخل می دره مگه یک گرگ چیزی بیایه چیکار میکنی؟ اینجا هست نفری مسلح هسته. خب داریم خودی. خب بله. بس بالا هسته. خب خوبه او تو باشه. خوبه دیگه. بسیار خوب. کاکا ایتا روز شده باشه که به دنبال گلگه یک چاربیتی هم بخونده؟ نه چاربیتی نه. نه. خب برم یک شروع کنی یکی بخونی. نه میشه مرگ چاربیتی بالا نمیای ها؟ نه. خود تیار باشیم. چاش تا خودمون نمیریم. زنده باشی. سلامت باشیم. بخیر باشیم. بینندای عزیز، بازم یک سلام گرم خدمت شما دارم. طوری که پیشتر گفتیم به مسجد چوبی آمدیم. بسیار یک قشلاق سرسبز، جای دیدنی. باور کنیم حال که هوا خیلی گرمه. اینجا همیت سرده که شما نگاه کنیم به ماما پتو به دوره خو کردن. درسته؟ مونده نباشیم کاکا. صحتمند هستیم؟ جور باشین. اول شما خوبه؟ شکر الحمدلله. اول نام مبارک خور بگیم. من ملا امام ابن قشلاق مسجد چوبی. خب عبدالظاهر نام. خب جاخون سر بازمی منطقه ایم؟ نه سر من بادغیس. خب از بادغیس. قلعه نو دیگه. بله قلعه نو. خب چی مدت میشه که آمدیم به اینجا؟ 2 سال میشه. 2 سال. بله. خب بچه خونی هم مثل قدیم هسته؟ بله بچه خونی هست. با مسجد. همین وقتا کمی سست‌تره دیگه. زمستانا بهتره. خب همین بچه‌ها که زمان قدیم پنجشنبگی می آوردم خدا واسم یک دونه نون خونه. بله. حالی هم میتونه یا همین تو بعضا میاره بعضا نمیاره. همین خیلی سختگیری هم نیه. خب از طرف شما. بله. خب حقوق شما گزاری زندگی میشه؟ میشه. خوبه. خب کمک چیزی هم خود شما همسایه مقتدیا شما دارن؟ میشه بعض وقت از کمک هم میشه. بالاخره راضیم. همین راضیم. بله. بسیار تشکر از شما. لطف کردیم. بله. وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. خیر بینید. سلامت باشین. تشکر.
اجی کاکا شما مونده نباشین. سلامت باشین. خوب اول شما خوبه؟ بله خدا. مریض خسته که انشالله نیم. بیمریزی هم نیم. خدا شفای بده. همه اسم شریف خود به ما بگید. نظر محمد. خب از همین مسجد چوبین. بله. خب من ماستم از اجیاخون سه پرسان کنم باز از شما پرسان میکنم خیره چون به شما بیشتر معلومه. چرا مسجد چوبی میگم؟ قدیمی تو چوب زیاد بود اینجا. خب همین درا میتونه چوب بود که آدم میتونه رفته نمیتونه زیر چوب بود. خب نه که مسجد که چوب تیار کردن نبود دیگه. سلام مانده نباشید. خوبیم خیلی. خب انال چوب که بوده شما مگرم همین قشلاق خورد به اسم همین چوب میگدشتیم مسجد یعنی مسجد شما مچوبه مسجد که قدیما چوب بوده دیگه تو مسجد چوب پوش کرده بوده دیگه میفهم همین فعلا بله فعلا مسجد در چوبه نه خب نه بومی همین منطقه ایم کاکا بله بسیار خوب کاکا جان چه زن نفوس زندگی میکنه اینجا خیلی دو قریه هم دیگه شاید از جای از 150 خانه هسته خب کاروبار شما مردم چیه کارم ما مردم کشاورزیه دیگه خب زمین چی کشته میشه به اینجا زمین دیگه اگر کوبه استه کوبه است دیگه ما گندم دیمی میرونیم کاشول میرونیم دیگه زمین شلی هم میشه نه شلی نمیشه کربیه چی نه کاشته میشه نه کاشته نخودی تی چیزا شاید زیاد میشه نخود زیاد میشه بسیار خوب خوشحال شدیم کاکا جان دیدن شما تشکر از شما اگه شب خودمون نمیرین خوشحال میشین بیننده‌های عزیز همراه ما باشیم بیاین که برای خود شما داخل می تخرط بریم بسیار جای زیبای نام خدا جوانا و مستفیدای زیاد آمدم همراه ما باشیم سلام جداگانه سلام گرمی به خدمت شما بیننده‌های عزیز شما شخصایی که خصوصا از کشورهای خارج مشاهده میکنیم ما بسیار تشکر که همیشه برنامه رو تعقیب میکنیم و لایک میکنیم سابسکرایب میکنیم به مسجد چوبی به قشلاق مسجد چوبی آمدیم جوانا و مستفیدار میبینیم همینجا امروز به خدمت شما هستم از اجی کاکا میپرسیم که بومی همین منطقه هم و اینجا چی کاروبار دارم مالداری دارم رسم رواج محفلا و عروسیای بر اینا چی رقمه اجی کاکا مونده نباشه سلامت باشی جور باشی خیلی جان جور سلامت شما سلامت باشید سلامت باشی جور زنده باشیم اجی کاکا بله از این قشلاق مسجد چوبین نه صاحب ما مالداری کوچی هستیم اونجا بالا است خب اما خونه پلاسا خب یک وقتی اگر اینجا همه رودخونه او بیای چیکار میکنیم ما میریم دیگه با یک ماه دو ماه اینجا هستیم میریم پایینا اونجا قشلاقا داریم با پستلیق اونجا میریم شما اصلی خواه پستلیق همین پستا بخیر کی میشه که بیایم یک چاش پستا خلاص شد امسال کو گور خورد نه بابا والله پستا امسال برم یعنی پستا وقت خلاص شد خلاص خب شما نزدیکیم به پستلیق ما با داخل پستلیق هستیم صاحب به فکر کنم همین رقم معلوم میشه اجی کاکا شما خودی چای هم پستا خوردین نه حقیقتیه نه خودش چای خود نمیخوریم بدون چای میخوریم نه سعی کنیم حالا ما و شما نه وقتی که به جایی که همه چیز موجود باشه زندگی کنی که این معلوم داره دیگه خب چند وقت میشه اجی کاکا اینجا آمدیم یارا 2 ماه میشه اینجا آمده خب چری خونار کج میدیم میایم مالداری داریم اونجا کو نمیگذاره و ایسای ممنیه است به خاطر پستا مالدارا نمیگذاره میگه بدرشم که وقتی که پستا به دست میه طالبان نمیگذاره دولت نمیگذاره میگه بریم با قوا بریم باز که وقتی پستا شد بیایم پستا جمع کنیم پس بریم باز ما گفتم البته شما اینجا که آماده مالداری داریم مالداری خود داریم دیگه به مو خاطری هم بیام خب اجی کاکا انال یک سوال دیگه شما قبلا که پیش از این 20 سال پیش ای بر کج میکردیم اما شترار داشتیم آخر بینی چی شد شترار هم بفروختیم به ایران برد ایرانی خریدم اونجا هم به ایران برد خب جلو که بمی خونه کچ بم شترار میبردیم حالا به چی حالی موتر میریم و میاییم خب ای جای خاصه که شما با موتر نمیشید اصلا هم سرک جور شده
موتر است. خب به سال چند وقت بعد شما این بریبر باشیم؟ با سال 1-2 ماه یا 2.5 ماه همینجا هستیم. دیگه وقت هم خود دیگه منطقه با هم تایپ استلق است. اینجا خوشتیر میشه برای شما؟ خوشحال شدیم. مهمان ما نمیشیم. تو میمونی ما باشو. به خدا تو میمونی ما باشو. اینجا منطقه ما آماده. خب لالا مانده نباشیم. سلام علیکم مندم. اول شما خوبه؟ شکر خدا. مریض خستی کنیم؟ شکر خدا الحمدلله. الهی شکر. خب اول نام خور با ما بگیم. نام عبدالرحمن. خب از این مسجد چوبیم. بله. کاربار شما، مصرفیات شما؟ خدا کاربار این بچه به معدن هم کار میکنم، متعلین هم داریم، مثلا به هرات و کراخو مثلا مسجد میریم. خب متعلین که داریم سراچی چیزی؟ بله سراچه. خب از این مثلا به شهر میبریم سوئری یا به کروخ؟ به شهر میبریم، به از شهر باز میریم به اینجا، به کروخ هم میریم گنجا. فی نفر چند کرایه شما نه؟ کرایه ما به چیزی که دولت تعیین کرده به کیلومتر گرفته. خب 200 کرایه، روزی بر 200 هزار 150. خب آنها که تل برسیده لیتر 2000 ریال فعلا برسیده به 90 رسیده. شکر خدا دولت ما همکاری کرده، خود ما محترم ما رو هم قید کرده، گفته دست پاکستان دیگه اجازه نداریم به شهر بیایم. ولی ما شکر خدا بیکار شدیم. الهی شکر که الحمدلله. این روز شده باشه که روز شده چند سال مترمونی؟ من تقریبا 4 سال میشه. 4 سال. این روز شده باشه که با پشت اشترینگ موتر خودی گوشی گپ میزنی یک دمی سعی کنی که داشت هم موتر بری شده. یارو شکر خدا تالی کار کنه شده. خب به گوشی گپ بزدیم از راه که تالی بیرون نشده. الحمدلله حواس ما هست دیگه. خب شما به حیث یک جوان پیام شما به سکل سوارا، به سچرخوالا، با موتر سورایی که موتر یک بغل میکنه؟ به یک جوان از جوانای عزیز ما درخواست داریم که بسیار احتیاط کنه. خود ما مثلا یک اشتباهی بکردم، موتر رو دست دیگه نفر دادم، حادثه کردم، مثلا یک بنده خدای کشته شد. 6 لک روپیه ما دست ما بره. من خود من پشیمونم خیلی، اما کوشش من اینه که از جوانا درخواست دارم مثلا وسیله کی داره، حتی سیکل، باسکل، هر چی که داره به دست کس دیگه ندم استفاده کنه غیر از خودی. ها کوشش خود زیاد بکنم، مثلا به هر کاری که میکنم باید کوشش خود بکنم، همیشه باید موفق باشم. زنده باشیم، خداوند شما موفق داشته باشه، خدا هیچ انسان روبرو به حادثه نکنه. الهی آمین. خب برادرای که به می جمعیتیم برای شما بخشیشی میدیم، اگر 4 بیتی بخونیم یا 1 ربعی بگیم کی نه؟ ها؟ حاجی لالا بیاین شما، حاجی کاکا هم بگیم بیاین. کاکا جان بیاین، ما خیر شما از 4 بیتی از شما نماییم. امیت سلام، مانده نباشیم، مانده نباشیم. کاکای من برار من ببخشیم. میشناسیم نه؟ ها ما چون دم ترافیک مدیریت ترافیک نمیدی؟ بیبی ماشتنا بیبی خبر کنید. خب حالا بررسی بیبی شما ما خبرین؟ خب خوشحال شدیم. دستک شما ایوبه؟ زخمی شدم زمانی که با کو بودم. بسیار بسیار خوب، بسیار خوب. از این منطقه ایم. خب فکر کنم به تموز همین منطقه شما خیلی سرده. خوب جای برس. ها علاج زمستون چی کار میکنی؟ زمستون هم میزن بسیار خورم خوشه جان. خب مشه را داره. زیاد سرده درسته؟ زیاد سرده پشکل هسته. خب همه کوتاه اونا جمع. بسیار خوب. مصرفیات بغیر از او کار خوب به حساب باغ، مالداری، دیگونی داریم؟ من خود من هیچ کاری ندارم. وظیفه من ترافیکه. میفهم. خود مثلا هیچی ندارم. خودم خانه دارم بیام رخصت خاطر میکنم پس میرم. اجابام هم اینجا فوت شده. خدا بیامرزه. چند براریم؟ تنهاییم. ها اولادا چند تایا؟ 2 تا بخیر. پسر ندارین؟ خدا ببخشونه. خب خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر از شما که وقت خود به اختیار ما گذاشتین. سلامت باشین.
بینندای عزیز بازم به کنار جوانا هستیم که یک وقت گله نکنم که بگم چرا از ما نمیپرسیم. شما یک سر فوکس کردیم برو مستفیدا و پیرمردا. مانده نباشیم لالا. سلامت باشیم. اول شما خوبه؟ شکر. سلامت باشیم باشیم. باشیم. اول همی تو آسته بیدین و دلیل و دلایل اسم شریف خود بگه. نقیب الله هستم. نقیب الله. بله. خب از این مسجد چوبی. بله. بسیار خوب. چه کار میکنیم مصرفیات شما؟ مادن کاریم، مادن سنگ زغال. خب اونجاگا. بله. حال اینجا اتو کرده ایم. اول بیامدیم ساعت 5 شده. خب از چند بجه تا چند بجه کار میکنیم؟ از 5 صبح میریم تا 3 بجه یا 4 بجه. خب چرا با از طرف صبح وقت میریم؟ صبح بختر خودم میریم خونه‌کار کار کنیم. صبح 5 بجه صبح که تاریک وقت نمازه. نماز میخونیم میریم دیگه سر کار. خب بله. از صبح تا بالا همونجی بودیم. امروز نرفتیم، امروز به خانه بودیم. دیرو بودیم. بله. خب خیر بینیم. دیرو ازم صبح تا به وقت تایم خو که برفتیم با خونه خود چند کار کردیم؟ 600. 600. بله. خرج شما هم بدادن؟ خرج رم میدم چاشت. اگه بستیم 3 وقت خرج میده. خب خوبه دیگه لالا. 600 شما برفتیم اینجا مثلا کار کردیم از اینکه تاشون به سر کوچه باشیم سیگار بکشیم یا بیکار باشیم هر دم جنگ و دعوا باشه کار کنیم بیتر نیه. هستش. کمک سخت‌تر هستیم درسته؟ هست درسته دیگه. خب متعلم یا خانه‌دار؟ خانه داره. چند سال میشه؟ 8 سال میشه. 8 سال. بله. خب باشه شما پرسان کنم پیشکش شما چنده؟ پیشکش 5 لک افغانی. بله 5 لک. 5 لک. بله. خب پیشکش هم بدادم شما چه جایز هم بدادن؟ بله. اندازه فرغونه. بله. خب از شما خواهش کنی یک چوربه چی میخونی؟ شربتی یاد ندارم. از این برادرایی که به جمعیت آدم اینجا استادن کی یاد داره شما که میشناسین؟ ما اونم مندیلدار بلده. بگم این دار. اما لالا. بله. محمد عارف. خب خیر باشه. بلندای عزیز بسیار مسجد چوبی یک قشلاق بسیار پرنفوسی شلوغ همیتا برابر همراه ما باشیم جای دیدنی داره. بینندای عزیز از میدم که ما همینجی آمدن دل ما به کاکا میتن نمک وری میسوزه حقیقت الستی بکن یعنی او داغ بندست دستا اینا به زیر بغل گردن کچ همیتا پریشون من میفهم که 99.5% از دست مادر به چهار لط خوردن همون مطاله که پیر بابا ما و شما گفتم مستفیدا که چی آیان است آجت همین چی همین دروغه راسته درسته همین گپ من میتونیه یک دوره جمهوریت بودی حقیقت داشت اما حال ندار. خب چند سال میشه عروسی کردیم؟ تقریبا امکان میره 40 سال میشه. چند ساله این؟ 57 ساله. خب مستفید نشدیم. نه مستفید شدیم. نه دیگه اوتون نیه 57 سال. اوتون نیه که مستفید. البته همه واسه دنیا نخوردیم. والله دیگه نه خیلی نه. خب اولادا شما اینجا هستن؟ بله. خب اینا یا؟ خب بسیار خوب. پسر و دختر چند اولاد داریم؟ 7 تا. از یک خانم؟ بله. بچه شما نمیبینم. دل شما مخمخ میکنی اگر عروسی دیگه هم بگیریم؟ اینه از بیشکی نلیده. خب اصلی خواه کجاییم؟ اصلی خواه از این منطقه. خب از این بله. مسجد چوبی. خب مسجد چوبی بسیار یک جای برابر دقیقیه. خیلی شما مردم لذت میبریم به نظر من تا به بعض جوار که ما میریم و میبینیم البته دیگه جام خوبه به خاطر سرسبزی و به خاطر امی آب و هوا امی منطقه ایت روز شده باشه که خود شما یک فلاکس چای ور داریم بریم با مو تپه کو بشینیم قرار که دیگه هیچ کی هم راه ندیم بچه دوبار خو البته میشه زیاد میشه. خب تفری میریم به جرا میریم جای دیدنی تری داره جای بیتری داره از اینجا آب و هوای خوبی داره او خوبی داره. خب بسیار خوب بسیار خوب. بیشتر مردم مصرفیات اینا دیگونیه دیگونی و کارگری و اینطور. خود خوب بگیم مولدری داریم
مالداری نه. دیگونی داریم. دیگونی داریم بله. چند جریب زمین داریم؟ اینجا به جریب نمیشه، زمین ما دیمه. ساعتگاره. تخمگاره نه. خب. او دیمه. چند من تخم؟ انکام داره 20 من، 30 من، 50 من. البته تو دانو پاش میشه. اگر به جریب تیار کنی 10 جریب 15 جریب میشه. ها دیگه اگه تو بش یک من گندم به 2 من کن کنی تو پاش میدیم تو به دروازه خشکم پاش آفرین با دروی شما بکنید. کاکا بله. چند سال میشه به منطقه شما عروسی یا ختم قرآن شریف شما دست خور به کاسه شوروا تنه کردیم؟ همین عروسی خود شوربا داره، برنج داره، همه عروسی ها داره دیگه. ما که نمیبینیم کجا برادر همین عروسی ها شوروا میشه به می منطقه شما شوربا میشه. رسمه خوبه عمل فعلا هست. عمل فعلا رسم است. خب حاجی کاکا توان نداره مرد که برنج بخره همراه گوشت یک طرف میگیره. بر رقم و چهره شما معلوم میشه که شما توان یک میمون زفیر نداریم. نه انشالله. از همونجی فکر کنین که عروسی برارزاده شما نه یا بچه شما نه، شما خواهش میکنم میگم به جلو همی دوماد یک ربعی بگیم. کو بگیم؟ یاد نداریم میگم. یاد نداریم. نون خوردر یاد داریم؟ هر روزی 5 دفعه نون میخور. موفق باشین. سلامت باشین. تشکر. خب پسر خور مکتب ری میکنیم. بله. صنف چنده؟ صنف یک. یک دقیقه همین پیار که شوخ باشم برای در بچه هم متنواقع نه حقیقت صنف چنده؟ صنف هیچی. یار لالا یک پیشنهاد به شما پیر بچه میدم به شرط بچه ها چوب باشیم جلو این دوربین ما ریاله دیم. یک پیشنهاد برادری به شما میدم، این دروغ نمیگم، واقعیت نمیگم. به شما به زینا میگم هیچ وقت به مکتب شما نریم. نه سعی کنید چون شما به هر چی درس بخونیم به درد جامعه نمیخوریم. ما اگه انگلیسی هم بخور بریم معدن کار. عجب جوان. میفهمید چی میگم بلیندای عزیز؟ لالا میگه اگه ما با انگلیسی هم درس خونیم مگرم بریم به معدن زغالستان کار کنیم. آفرین خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر. لطف کردین کاکا. من کمی خود شما شوخی کردم دق نشین. نه آزادین شوخی. بنیندا ما از این منطقه شما 100% به کشورها خارج زندگی میکنم. یک وقتی خوش دارم که یک خاطری تازه کنم. خب زنده باشین، سلامت باشین. خب بینندای عزیز از دم که ما بیامدیم به جمع همی دوستا و برادرها اجیماما شکم گوشنه میخنده. خب من میپرسم علت شکم گوشنه علتی چیه که شما بدین جیرک به من حقیقت رستی بگیم به لامی جیرک چند تا دایی شلیده بود؟ نه بود یک دونه نه. ایره کجا بردین؟ زمین برداشت. از زمین که بندازیم گردن پلو. خب بسیار خوب. ماما جان چه بگذار میخنده؟ چیکار کنم بگیریم؟ راست میگین خدا گریه رو نیاره. خب اول که اسم خود بگیم. نصیر احمد. خب دیومی چند ساله ایم؟ همین 46 47 است. خب شما گوش کشیم ببرد 47 نه 22 ایم شما. شما از کاکا کلونتر معلوم میشین. چی شدم؟ از اونا کلونتر معلوم میشین. درست 47 هستم بیشتر نه. این زد نگو که به 60 میره. کردن همه بند باشه اینا کار اسم سند خور کم میگم فکر کنون که برات یک دفعه دیگه هم چک هستم. درسته؟ صحیحه؟ خب یعنی نمزاد دارشی. خب
یک چهار بیتی بخونیم. یاد ندارم نخونم. ربعی بلدیم. نه والله. یک ضرب المثل از شما میپرسم. پرسان کنیم. خب بسیار خوب. خیلی که باشه به شما یک چیزی بگم. به مثل ماشوری قل میزنی. بله. چی؟ دم مونده. فلانی رای کردم برات نخود سیاه. نمیتونم درس خوندم. این کار به درس خوندن چی کار کار داره. کسی که درس خونه اون مشت بری قلب میزنه. فهمیدی؟ ماشت قل زدن میفهمی چی؟ مشت کسی که درس خونه او به 24 ساعت به مثل مشت بری تیل قلب. نه اشتباه نه این که درس نخوندم. یک داری درنگی میکنه. سه کنین یک چیز دیگه. ماما رای کردن خبر قال اکا آوردن. والله بوی نه. خب الهی شکر که شما از هیچ آگاه دیگه سوال. خب لالا مونده نباشیم. سلامت باشی. اول شما خوبه؟ شکر شما خوبه. زنده باشیم. اسم خودم بگین. نظیر احمد. از این منطقه؟ بله. چیکار میکنه؟ کارگر معدن. معدن. بله. خب هست 200 نفر منطقه شما به معدن؟ بله. خب برجونه اجاره برجونه کنترات. خب بله. برج چند بگیر شما میای؟ 7000 8000. 7000. بله. خب دیگه ملک چیزی هم اینجا داره؟ بله هم زمین از ما مردم. خب باز بعد از وقت معدن میایم مصروف به دیگونی میشین؟ بله. خب مالداری چی؟ صرفیم ندارم. دارم بعضای دارم خود من آدم ندارم. خب باغ هم اینجا میشه؟ بله چرا؟ چی میوه مثلا؟ خود مال باغ دارم. خب هر چی میشه. مثلا زردالو، سیب، الو، شفتالو، کچالو، لوبی، نخود، هر چیزی میشه. انگور نمیشه؟ میشه اینجا؟ انگور تا نکشت. خب بسیار خوب. یک وقت اگه رود او بیای بزی خونه شما مشکل نمیخوره؟ چرا مشکل میخوره؟ 9 سال اینجا مشکل این سال اینجا مشکل خورد. اینجا او سال مشکل خورد. چه کار میکنین شما با؟ هیچ چی با درست میکنین. خود نمیشده می خونه خود کمک از داخل رودخونه بالا میکشیدین خود جا دارین کو؟ خب نشد دیگه میتونم اون قبلا اینجا سرک بود دیگه تاکشین سرک مدن که باشه اینجا. بسیار خوب. درس بچهای ما درس میخونن. خود ما درس نخوندیم. هیچی نخوندید؟ همین چی بخوندیم؟ و مسجد بخوندیم. نه اون مسجد کو دیگه شریف 5 کتاب. مسجد کو دیگه چیزیه. هیچی مکتب نرفتید؟ نه خود ما ندارم. پشیمون نیم؟ چرا خیلی هم پشیمون. اگر شما سواد می‌داشتیم شاید حالا با معدن کار نمی‌کردیم. درسته؟ بله. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. شکر خیلی ممنون. شما اگه خود ما افتخار نمیدیم. شما میمون باشین. سلامت باشین. یک سیبی هم بشین. گاپینیه برادر. گاپینیه. شفاق زده خورده. خوبه. میگه چی از دیست بلگل آفرین. خب. لالا مونده نباشیم شما. جور باشیم. سعادتمند هستین؟ شکر. سلامت باشیم. اسم خودم بگین. اسم محمدگاه. خب درس میخونیم یا به دنبال دیگونیم؟ نه فلان به معدن کنیم. فقط هم یک نفر پیدا شه که از ما پرسان کنه که لالا شما چیکار میکنین؟ من میگم من معدن کنم. بازم شکر که اینجا هستیم. کاروبار برای شما فراهم شده. خب چند ساله هستیم؟ شاید 20 باشه. 20. بله. ازدواج بکردین؟ نه. خب پیشنهاد بدادن به پدر مادر؟ نه هیچ. رسم رواج پیشکشا شما اینجا چنده؟ 5 لک، 6 لک، 7 لک، 8 لک هم هست. 8 لک هم هست. بسیار خوب. مکتب گفتیم هیچی نرفتیم؟ نه هیچی نه. پشیمون نیم لالا؟ هستیم. چرا نرفتیم؟ شما که جوانیم رو به رشدیم بعد بریم مکتب بریم. نشد دیگه نرفتیم. 1 ساعت هم نرفتیم؟ بریم 1 ساعتی. تو بیدیدی مکتب. یک 4 بیتی بخونی. یاد ندارم. خورده یاد داری؟ بله. خیر باشه. بریم. اونم انگلیسی میگم انگلیسی.
دوستای نازنین در کنار لالا هستین که برادرها خواهش کردن که اینا خوب چاربیتی ها میخونن. چاربیتی که بلد نیم فلان ربعی بلدین؟ هیچ کدام بلد نیم. خب شما ندیدم از اینجا دویده کرده بیامده؟ نه دیدم که شما میگم بلدیم. نه حقیقت از این میدم شما بیامدین هیچی هیچ یاد نداریم. یاد داره دروغ میگه. یک چاربیتی بخون. چاربیتی ما بلد نیم. برادرها یک چک بکنی که بخونم. ما یاد ندارم. بریم بخونی خیره باشه بریم. صبر کنیم یک جایزه هم بالا بدم. بیا. این کو همه کو خورده. بله شروع کنیم. ما چاربیتی بلد نیم. خدا آگانیم. خیر بینیم. الهی شکر که آگانیم. تشکر. انگلیسی یاد دار. بیننده‌های عزیز، دوستای نازنین، خدا کنه که تا این لحظه از برنامه لذت برده باشیم. از منطقه مسجد چوبی بسیار جای زیبای دیدنی هست و مشاهده کردیم از جوانا و نوجوانا. وقت برنامه به پایان میرسه، ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. از شما خواهشمندیم که کانال زیبایی های افغانستان لایک کنیم، شیر کنیم، سابسکرایب کنیم. ما رو تنها نگذاریم، به حمایت شما نیاز داریم. بازم تشکری میکنیم که همیشه برنامه رو دنبال میکنیم. تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر باشه. خدا نگهدار.